یک ساختمان بسیار زیاد استاندارد و مفشن در قلب شهر کابل ساخته شده که به نام امپریال تاور است. در هر منزل ما 4 آپارتمان داریم، 4 اتاقه و 5 اتاقه، که در هر منزل ما 2 آپارتمان ما 4 اتاقه است و 2 آپارتمان ما 5 اتاقه است. باز نظر به اتاقا که اگر اتاقا زیاد باشه 4 اتاقه شاید آشپزخانه‌اش خردتر باشه نظر به 5 اتاقه یا نه؟ مشکل نداره، مشکل ندارم. حالا یک سیستمی هست که با دالیز جور میگن، زیادتر آشپزخانه رو حالا اوپن جور میکنن. آب از زیر ما چاه زدیم، 180 متر چاه زدیم. آب از شیرین است، آب شیرین است و سیستم برقی از این سیستم دولتیم داره و سیستم سولار هم علیحده داره که بر آپارتمان ما سیستم سولارشون مونده. آپارتمان های 5 اتاقه ما 3 دانه دستشوی داره که دو چیزش ما در دالیز جور کردیم و یک دانش به میهمانخانه علیحده جور کردیم. بسیار عالی. اردوش پولو دا پولو است. اردوش دا پولو است. بسیار خوب، بسیار خوب. بفرمایید این اتاق هم بریم که مقبولی خاص خدمه داشته باشه می دالیز. مقبولی خدمه داشته باشه. قسمت آشپزخانه است. یک حالا ماندیم منتخب میشه میز نانخوری خداوانه و یک حال بسیار خوب است. میتونن از مبل فرنیچر استفاده کنن، بسیار مقبول میشه. و همچنان اینجا هم جای آشپزخانه است. عرض سلام و درود خدمت تک تک شما بینندای عزیز پنجره افغانستان. عزیزای دل انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین و چینل خودتان را با شوق و شوق بیننده باشین. ما هم آمدیم امروز تا یک برنامه بسیار زیاد مفید تقدیمتان کنیم. عزیزای دل البته به سلسله برنامه‌های آپارتمان هم گفتم میتونیم، برنامه‌های ساخت ساز هم گفتم میتونیم. یک ساختمان بسیار زیاد استاندارد و مفشن در قلب شهر کابل ساخته شده که به نام امپریال تاور است. شما میتونید در تصویر ببینید که زیبایی‌های خاص خود داره، همچنانی که این ساختمان چند واحد داره، چند منزل است و واحداش چند اتاقه است، کدام سهولت‌ها را داره و ای که فروشی است یا کرایی یا گروی است. شما بیننده برنامه ما باشین، ما صحبت‌ها را می‌داشته باشیم در مورد امپریال تاور. ما را همراهی کنین عزیزان، لایک سابسکرایب هم فراموش نکنید. ناظرینم، قسمی که براتون گفتم آمدیم تا ساختمان بسیار زیبا که به نام امپریال تاور است براتون معرفی کنیم و فعلا هم انجینیر صاحب مسئول پروژه با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر، زنده باشین. تشکر، سلامت باشین. میشه یک معرفی از خودتون داشته باشین؟ اسم ما محمد نعیم است. نایب خیل تخلص میکنم و انجینیر صاحب این پروژه هستم امپریال تاور. خب انجینیر صاحب برای ما بگین که امپریال تاور چقدر مساحت داره و پیش از اینکه برای ما بگین اینو بگین چقدر وقت میشه کارش آغاز شده و در چقدر مدت ساخته شده؟ امپریال تاور با مدت یک 6 ماه شده ما شروع کردیم کار از زیره. کارهای ما 90% پیش رفته و 10% مونده کارهای ما و در امپریال تاور 13 منزل جور شده. 2 منزلش تاکو است و یک منزل اول ما سایه تجارتی است و متبقیش آپارتمان است. آپارتمان های رهایی؟ آپارتمان داریم. ماشاءالله. چقدر است مساحت کلیش؟ مساحتش چیز است، زمینش 7 وسوه است. و در کل چند واحد می باشه در هر منزل؟ در هر منزل ما 4 آپارتمان داریم.
4 اتاقه و 5 اتاقه که در منزل ما 2 آپارتمان ما 4 اتاقه است و 2 آپارتمان ما 5 اتاقه است. بسیار عالی. این 2 منزل که گفتین تاکه از دیگه مربوط پارکینگ میشه. 2 منزل ما مربوط پارکینگ موتر میشه و منزل اول ما سایت تجارتی است. یعنی دکان ها است دیگه. حالا فعلا موندیم شاید بانک‌ها بگیره یا با هتل بدیم بهگان زنده است. بسیار عالی. خب دوستان عزیز ما صحبت ها رو می داشته باشیم درباره امپریال تاور. شما هم بیننده باشین و یک چند تصویر ببینین. فعلا واحدی که ما قرار داریم 4 اتاق است فکر کنم. این آپارتمان ما 5 اتاق است. 5 اتاق است که مساحت از 200 متر مربع میه. بسیار عالی. این طرح و دیزاینی که شده امپریال تاور من که دیدم دوستا بسیار متفاوت تر است. مثلا این دیکور دیزاین یا نقشه واحدا که است متفاوت تر است. مثلا نو که داخل آپارتمان میشیم 3 اتاق در اول است باز بعدش 2 اتاق دیگه است. درباره ازی برام معلومات بدین. امپریال تاور ما که جور کردیم آپارتمانش 5 اتاقه را به اون شکل جور کردیم که میمانخانه‌اش علایده ما جور کردیم که از داخل آپارتمان که در روی میمانخانه و تشناب علایده داره و 2 اتاق دیگه که سون سرک است بسیار اتاقایش هفت‌برخ است و این رقم دیزاینش کردیم. بسیار عالی. درباره سیستم برق این ساختمان بر ما معلومات بدین که سیستم برقش چگونه است؟ سیستم برق از دولتی است و بازم به هر آپارتمان سیستم سولار مد نظر گرفتیم. بسیار عالی. یعنی اگر نظر به خواست خودشان است دیگه که بخواین سیستم سولار سولار میتونن فعال کنن. بسیار عالی. دوستان عزیز ما صحبت‌ها را ادامه میدیم. شما بیننده برنامه باشین و ما را همراهی کنید. بسیار خوب. این درس فعلا قسمی که گفتین در واحد 5 اتاق هستیم. بله در واحد 5 اتاق هستیم. منطقه که استاد است اینجا یک هال داریم ما دالیز است و اون منطقه آشپزخانه را ما گرفتیم. آشپزخانه از یا اوپن است. اوپن است. بسیار عالی. چقدر جای در بر شاید بگیره آشپزخانهش؟ آشپزخانهش این ما 3.5 متر گرفتیم. نظر گرفتیم 3.5 متر. آشپزخانه بسیار خوبش میاد. بسیار عالی. باز نظر به اتاقا که اگر اتاقا زیاد باشه 4 اتاق شاید آشپزخانهش خردتر باشه نظر به 5 اتاق یا نه مشکل نداره. از مشکل ندارم. اونم اما یک سیستمی هست که با دالیز جور میگن زیادتر آشپزخانه را حالا اوپن جور میکنن. سابق که چیز هست دیگه حالا آشپزخانه را اوپن جور میکنن. اوپن بیشتر مطالب خوشم میکنن نسبت به آشپزخانه بسته. این سیستم شده سیستم اصلی هست دیگه اونم آشپزخانه را اوپن میگیرن. زیادتر مردم زیادتر خوش میکنن سیستم. تمام واحدهای امپریال تاور هم قسم آفتاب رخ هستن یعنی فقط یک قسمتش آفتاب رخ است؟ همین 2 اتاق ما هست. 2 اتاق ما رو میبینید خودتون. 2 اتاق ما بسیار آفتاب رخ هستن. اتاقای دیگه شما آفتاب داره مگر 2 اتاق ما زیادتر آفتاب داره. فول آفتاب داره. صبح تا دیگه دی آفتاب داره. بسیار عالی. درباره خود ساختمان برای ما معلومات بدین. موادی که درش استفاده شده چگونه ساخته شده کدام مواد است مواد خارجی است یا داخلی است چون بیشتر هموطنان ما که خانه خریداری میکنن و فکر ازی هستن که مواد استاندارد باشه مواد با کیفیت باشه تا اینکه خدای نخواسته باز بعداً به مشکل مواجه نشن. یا بسیاری جاها هست که امی آپارتمانا نمیفهم مشکل رطوبت می باشه چی می باشه که دیوالا پوپنک میگیم به اصطلاح هم از اون میشه. از اون سیستم ما بسیار امپریال تاور که جور کردیم سیستم از بسیار خوش است. موادایی که در این مصرف کردیم موادایش هم استاندارد است. استاندارد جهانی است. دیگه از سیخ و سمت از مکمل تست شده. دولت هم تست کرده و شرکت هایی که هست هم تست کردن. موادی زیر ما صحیح انداختیم کلش است. و در مقابل درجه زلزله تا چقدر مقاومت داره؟ خود در افغانستان درجه زلزله و قدر زیادتر نیست. بازم انجینر صاحبایی که در بخش دیزاین کردن و اونم رو مد نظر گرفتن زلزله شد. دوستا فعلا هم که میبینین در واحد 5 اتاقه در یکی از اتاقه هستیم که نام خدا بسیار هفته داره که معلوم میشه که هفته هم در فصل زمستان است هم در فصل تابستان و همچنان یک نمای بسیار مقبول از بیرون داره کلکین کلان و بیشتر آپارتمان ها رو که دیدیم کلکینایشان پی وی سی رنگ سفید میباشه. اینجا به رنگ رستوری است. حالا پی وی سی مختلف شده. در هر رنگی که بخوایم حالا پی وی سی تولید میکنن. دیگه رنگ ها مختلف از پی وی سی هم رنگ سفید است و سیاه دیگه چوبی هر رنگی که حالا بخوایم هست موجود است. کیفیتش هم یک کیفیت. اونم یک کیفیت است.
بسیار خوب دوستا، از این اتاق برآمدیم میریم طرف اتاقای دیگه که تقریبا 3 اتاق دیگه است و همچنان درباره مساحت اتاقا بر ما بگین انجینیر صاحب، مساحتشون متفاوت است یا که یکسان است؟ اتاقای ما مساحتش فرق میکنه، هر اتاق ما مساحتش فرق میکنه. بسیار خوب. امی اتاقی که فعلا میریم مساحتش چقدر است؟ این مساحت از 15 متر مربع است. این اتاق ما 3 در 5 است. بسیار خوب. و بیشتر اتاقایی که در گوشه می باشه باز کلکیناش بالاتر در نظر میگیرن، دلیلی چی است؟ اگرچه اگه پایین باشه دلوازتر می باشه. خب دلیل از به خاطر سایه دید است که این طرف اولی است، خانه مردم است و خاطر از ما ازرا بلندتر میگیم، اجازه نداریم ما. مسائل باید مراعات شود تمامش. خب درباره برق ای ساختمان پرسان کردم، موضوعی که بسیار زیاد مهم می باشه آب است. درباره آبش بر ما بگوین، امپریال تاور آبش شیرین است یا ای که آب شور است و یا همچنانی که آب دولتی است یا خودش چای؟ آب از این ما چاه زدیم، 180 متر چاه زدیم، آب از این شیرین است. آب شیرین است و سیستم برقی از این سیستم دولتی هم داره و سیستم سولار هم علیحده داره که بر آپارتمان ما سیستم سولارشون مونده. بسیار عالی. درباره پارکینگ البته یادآور شدیم هر واحد دیگه یک موتر حق داره. خب هر آپارتمان یک موتر دو موتر حق دارد. مثلا سایش هم بسیار زیاد است، دیگه آپارتمان منچل آپارتمان است که 2 تا کاور از بسیار زیاد است که هر چقدر موتر که داشته باشه میشه جا میشه. بسیار عالی. خب چقدر کارایش باقی مانده؟ از نمای بیرون که دیدیم که کاملا آماده است، از داخل فکر کنم 1% باقی مانده. از داخل ما یک 5% مانده، کارای ما یکی سویچ ساکت شانی مانده و دیگه معماری آشپزخانه ما مانده که این هم با زودترین فرصت تکمیل میکنه. بسیار عالی. خب دوستان میریم طرف اتاق بعدی و همچنان دستشوی یا حمام هم است. در کل آپارتمان‌های 5 اتاقه 2 دستشوی داره فکر کنم. آپارتمان‌های 5 اتاقه ما 3 دانه دستشوی داره که 2 چیزش ما در دالیز جور کردیم و 1 دانش به میمانخانه علایده جور کردیم. بسیار عالی. اردوش پلو در پلو است. اردوش در پلو است. بسیار خوب بسیار خوب. بفرمایید این اتاق هم بریم که یک اتاق دیگه هم است دوستای عزیز. این 15 متر است یا نه مساحتش فرق داره؟ از این زیادتر است. این 3.5 در 5 است. یک ذره مساحتش از کده زیادتر است. بسیار عالی. میتونن دیگه دوستا به خانه نشیمن هم استفاده کنن، اتاق خواب هم استفاده کنن. میشه به اتاق نشیمن دام، میشه اتاق استراحت هم میشه. بسیار عالی. برای بگوین که در این پروژه چقدر از هموطنای ما کار میکردن، چه تعداد انجینیر صاحبا بودن و همچنانی که طرح و دیزاین داخلی بود یا از خارج الهام گرفته شده؟ داول که ما شروع کردیم پروژه را تعداد نفریای ما زیاد بود. دیگه شرکت ما که سرجم که ببینید کارگریای شد تقریبا 700-800 نفر در شرکت کار میکنن. دیگه انجینیر صاحبان نقشه‌ای که در اینجا جور شده در افغانستان جور شد، ماشاءالله انجینیر صاحبان تبدیل شدن در اینجا نقشه‌های ما در اینجا جور شد. بسیار عالی. خداوند را شکر 1000 بار از اینکه تمام نقشه و تمام کار که میشه در وطن خود ما از اینکه بیشتر آبادی بیشتر شه و مردم ما برشون خدمت بزرگ میشه. بسیار خوب دوستان میریم طرف اتاق دیگه که اتاق مهمانخانه است، شما ما را همراهی کنید. بگذاریم اتاق 5 که البته اتاق میمانخانه است، نزدیک به دروازه عمومی است. این اتاق میمانخانه است، نزدیک به دروازه عمومی است. تشنابی شما لایده است. کاملا جداگانه دیگه. بیخی جداگانه دارید. بسیار عالی. که اگر کسی مثلا مهمانای مردانه می باشه باز میتونن که اینجا بیارن. میتونن مهمانایی که بیگانه باشن اینجا بیارن. راحت تر میتونن. مشخص نیستم این اتاق به میمانخانه موجود کرده باشه، من اتاق میتونم به میمانخانه. یک خوبی از این اتاق ای است که تشناب لایده است داره. بله. شک نظر به خواست خود هموطنای ماست که چه رقم میخواین استفاده کنن باز میتونن که استفاده کنن. دوستان عزیز، واحدی که براتون فعلا معرفی کردیم 5 اتاقه بود، البته در امپریال تاور. میریم به طرف واحد 4 اتاقه که در کل امپریال تاور واحداش 4 اتاقه و 5 اتاقه هستن. 4 اتاقه و 5 اتاقه هستن. بله دوستان میریم طرف واحد 4 اتاقه، شما ما را همراهی کنین، بیننده برنامه باشید.
سلامدارای گلم، اومدیم به واحد 4 اتاقه که البته خواستیم از امی اتاق آغاز کنیم که باز هم اتاق مهمانخانه باش گفته میتونیم که پالوی دروازه عمومی است که درباره اتاق باز هم بر ما انجینیر صاحب معلومات میتونیم. در این آپارتمان که هستیم 4 اتاق است و در این اتاق مهمانخانه است و یک دونه تشناب دارد. دیکور دیزاینش کاملا هم یک چیز است یا تفاوت داره دیگه؟ قدر تفاوت زیادتر نداره. من زیادتر هم تفاوت و قدر زیادتر نداره. در کل تمام واحدها هم یک چیز است. هم یکسان جور میکنیم کامل آپارتمان. مساحت 4 اتاقه چند است؟ مساحت 4 اتاقه ما 160 متر مربع است. بسیار خوب. چیز کمتر است. چیزی کمتر از 5 اتاق است. بسیار عالی، بسیار عالی. نام خدا این اتاق هم مساحتش خوبتر است. این آپارتمان نمی اتاق ما مساحتش زیادتر است. شاید 20 متر مربع به اینمی اتاق. بسیار عالی. دوستان تو ادامه میتیم میریم طرف اتاقای دیگه. شما بیننده برنامه ما باشین، ما رو همراهی کنین که البته از این قسمت که میریم دیگه دهلیز است و این هم دروازه عمومی است که شما میبینین. این قسمت رو میتونیم یک پارتیشن بزنیم وقتی که میمانو بیان. بله. نظر به خواست خودشان دیگه میتونن که هر قسم استفاده کنن. یک اتاق قسمت است و این 2 تا دستشویی است عزیزان و همچنان حال بسیار کلان، دهلیز بسیار کلان و مقبول که من مطمئن هستم که اینجا دیگه بخیر که آماده شه بسیار مقبولی خاص خدمه داشته باشه. می دهلیز مقبولی خدمه داشته باشه. این قسمت آشپزخانه است. یک حالا ماندیم منطقه میشه میز نانخوری خداوند و یک حال بسیار خوب است. میتونن از مبل فرنیچر استفاده کنن، بسیار مقبول میشه. و همچنان اینجا هم جای آشپزخانه است. در آشپزخانه چی چیزا رو در نظر گرفتیم؟ آشپزخانه ما میز آشپزخانه را جور میکنیم. دیگه هم دستشوییش میشونیم دیگه. بسیار اواکش بود. اواکش یا دارم مکمل میکنم سیستمش هست. دوستان این قسمت هم اتاق دیگه است که بازم یکی از اتاقای بسیار زیاد آفتاب رخ است. کلکینی بسیار کلان داره، منظره بسیار زیبا داره. شما میبینید مساحت این اتاق چند است؟ مساحت از این اتاق ما 20 متر مربع میشه که بتونید بگیرید 20 متر مربع. 20 متر مربع مساحت از این اتاق. بسیار عالی دیگه. این اتاق نشیمن میتونید دوستا ازش استفاده کنید. بسیار هفته برو خاصی اتاق از هفته وزید صبح تا دیگر هفته داره. بسیار عالی. و همچنان کلکین بسیار خوبم داره. این کلکین هم دو شیشه‌ای که میگن همون رقم است. دو شیشه‌ای مکمل پی وی سی مکمل دو شیشه‌ای شامل میشه. خب برای ما اینو بگین که باز اتاقا رو کسایی که پیش خرید داشتن، یعنی پیش از اینکه ساخته شده خرید کردن به خواست خودشون هم ساخته شده یا نه؟ به خاطر از این ما زیادتر آپارتمان‌های ما را پیش فروش کرده بودیم. باز مشتری ما مسئول میداشت ما جور میکنیم برای شهر خاصی که داشته باشیم. هموطنای عزیزم ایام شد اتاق 4 از آپارتمان 4 اتاقه که شما میبینید. این اتاق نام خدا بسیار دلواز است که همچنان برندام داره که میشه اینجا برندشون باز کنیم دوستان در تصویر ببینن که بسیار یک نمای زیبا داره و واقعا که ایام آفتاب رخ است. خب درباره مساحت این اتاق برای ما بگویید. مساحت از این اتاق من 15 متر مربع است و یک خوب بالکن بسیار بالکن بسیار خوب است. بله بالکن بسیار مهم می باشه در آپارتمان به خاطر چیزای اضافه خودم میمونم و به خاطر یک سایه دیدم دارم مثلا. بسیار عالی. و همچنان دوستا یک مسئله که ما در ابتدای برنامه پرسان نکردم موقعیتش است که بسیار یک موقعیت خوب داره در قلب شهر کابل است که درباره موقعیتش بر ما بگویید. موقعیت از این موقعیت قلب شهر کابل است، شهر نو است، سایه شهر نو است. یک سایه بسیار خوبه. بله سایه است که دیگه هر کس میخواد اینجا خانه داشته باشه. کسایی که دوست دارن خانه شاهانه یک زندگی خوب داشته باشن حتما امپریال تاور انتخاب میکنن چون واقعا که دیکور و دیزاین خوب داره و همچنان در منطقه بسیار خوب است. نای دهم شهر کابل، شهر نو، کوچه شرکت اتصالات است. کوچه شرکت اتصالات است. بسیار عالی. خب درباره اسناد این ساختمان برای ما معلومات بتین. اسناد ساختمان و همچنان آپارتمانایی که به فروش میرسه کدام شرایط داره به خاطر فروشش و آیا کرایی است یا به خاطر فروش فقط می باشه کدامش؟
امپریال تاور هیچ چیز نمیته، کرا نمیته، مکمل آپارتمانی که ما جور کردیم فروشی جور کردیم. بسیار خوب. و اسنادش چگونه است؟ اسنادش حروفی ما میتیم اسناد خود شرکت کنیم. بسیار خوب. یعنی قولی شرعی خودش داره دیگه؟ شرعی داره والا در سیستم شده که دولت باز اسناد شرعی به هر آپارتمان علایده میده. بسیار عالی. اینی موضوع دیگه بسیار خوب است. دوستای عزیزی که میخواین خانه بخرن میتونن که اسناد شرعی از آپارتمان خودشون داشته باشن، چون قبلا این قسم نبود. سابق نبود. حالا در حکومت امارات اسلامی که هر آپارتمانی که حالا ساختمانایی که نوجود میشه ناساخت آپارتمان‌ها را اسنادش مکمل شرعی میده. هر آپارتمان علایده اسناد شرعی میده. بسیار عالی. دوستای عزیز، شما بیننده برنامه بودین که براتون معرفی کردیم امپریال تاور، همچنان مساحت بسیار زیاد خوبی که داره و واحدهای بسیار زیاد عالی، زیبا، آفتابرخ با تمام دیزایناش، نزدیک به مکتب، نزدیک به بازار، در ساحه شهر نو و هر کجایی که مثلا شما بخواین از شهر نو بسیار راحت بوده میتونه براتون، چون منطقه امن هست و یک منطقه مشهور شهر کابل همچنان است. و بر علاوه از این دوستای عزیز، یک مسئله که باقی مانده قیمت است که درباره قیمت ها میخوام از انجینیر پرسان کنم که آیا قیمت ها متر مربع است یا نه که متر قیمت ها در سایه شهرها مختلف است. قیمت ها فرق میکنه و در امپریال تاور که ما فروشات ما کردیم متر مربع $900 است. متر مربع $900. جرامت هم داره یا نه؟ خب یک چیزی که شرکت شاید جرامت کنه که وقتی ما صلاحیت خود ما است که شرکت ما را گفته که سر صاحب مشتری خود ما متر $900 میگه. جرامت شرکت است که چقدر جور میکنه. بسیار دوستای عزیزی که از امپریال تاور خوشتان آمده، برنامه ما را دیدین، $900 متر مربع به فروش میرسه، میتونین که بیاین اینجا خریداری کنین. بسیار تشکر میکنم از شما انجینیر. تشکر. سلامت باشید. هموطنان خوب مهربانم، سپاسگزارتون هستم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین و ما هم چنان مثل همیشه تلاش کردیم تا بهترینا رو براتون تقدیم کنیم. البته آماده بودیم ساختمان امپریال تاور درباره‌اش براتون معلومات بدیم و معرفی کنیم، عزیزا که واحدهای 4 اتاقه و 5 اتاقه داشت، همچنان 13 منزل که 2 منزلش پارکینگ میشد، 1 منزلش هم ساحه تجارتی بود، باقیش هم ساحه رهایشی که آپارتمانا بود برای عزیزایی که میخواین خانه خریداری کنن در این ساختمان زیبا، در این موقعیت بسیار زیاد عالی که شهر نو است و همچنان قیمت بسیار زیاد مناسبه که داره، متر مربع $900 است. دیگه انشالله که خوشتان آمده باشه عزیزای دل. ما ناگزیر هستیم تا از حضورتان مرخص شویم، منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظریات نیک شما عزیزا هستیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.